آرام سه تیار سه ستړي بشای بده پاس کوا راستی ما یک گل ما داد ما صفر هستیم اونو یک هستن دو درې وقت غذا است طعامشان آماده است انشالله شالام جان سی به دودی کردم یالی در پشتش بالا پیش آمد ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله جای خوشحالی است که امروز تعدادی از یتیما را گرفته و به پغمان آمدیم تعداد از خواهرای کوچک و برادرای کوچک ما آوردیم و به این بهانه انشالله به اینا یک تفریح و ترویح هم میشه و در کنار از او شاید اندوخته های خود با اونا شریک بسازیم و اونا را از اونا چیزایی بیاموزیم هر چی کودک باشه چی بزرگ جهان از عرف چی به زبان حال چی به زبان قال در خود داره دیگه انشالله یتیما میرسن ما پیش از اینکه یتیما تشریف بیارن آمدیم تا مسائل جای رو مورد دیگه شانه آماده باش قرار بدیم انشالله یک غذای چاشت خیلی خوب هم خود داشتن البته فراموش نکنین که الحمدلله نزدیک به 1100 یتیم با ما اسپانسر است و شما دوستا میتونین که یتیمای دیگر هم اسپانسر کنین یا ای که عزیزایتان ما را معرفی کنین با اونا با ما است تعداد از یتیما کنوس راجستر شدن ولی اسپانسر نشدن خب دوستان عزیز اینا هم رسیدن به خیر قسم می‌بینیم قطار پیش رویش خواهرای عزیز ما است و با تعقیبش برادرای ما انشالله امیدوار هستم که یک میله خوب داشته باشن آرام سه تیار سه ستړي بشای ماشاءالله ماشاءالله دوستان از قسمی که شما میبینین در آغاز ما گفتم یتیمای لیسه یقین است که این یتیما دست بنیاد خیری قمر اسپانسر میشه جای افتخار است که نمونه حالا در کنار ما هستند خواهرکای عزیزم برادرکای عزیزم امروز آمدن به قصر پغمان که تفریح کنن و ما قبل از اینکه با اینا صحبت کنم در جریان راه یک تعداد اینا گفتن که ما هیچ وقت مثلا قبلا نیامدیم به تفریح یا اگه آمدن به ندرت آمدن پس یک تجربه خوب خود بود ما با قریشی صاحب مسئول مکتب های یقین انشالله صحبت میکنم و برنامه رو مکمل اونا تشریح خواهد کردیم به خاطر چی آمدیم اینجا ولی قبل از او بیاین که با این عزیزا صحبت کنیم سنگه خورجان خی اوه نن خوشحاله انشالله او دیر خب ماشاءالله ماشاءالله پس سوم تولگی که دست اول سوم نمره پینزه اوه ماشاءالله پینزه ماشاءالله نامک چی است؟ اسما جان پیش از یام آمده بودی چکر؟ نامده بودی؟ خوشحال هستی؟ ماشاءالله دوستان عزیز البته قابل ذکر است که ما به شما جایزام داریم برنامه جوایز هم هست انشالله به همه تان داده میشه نامک چی است؟ الهام جان صنف چندم هستی؟ صنف سه مکتب است الهام عزیز و نامک خودت؟ ماتیولا جان صنف چند هستی؟ دریم صنف سه چندم نمره هستی؟ پینزم اوه ماشاءالله بسیار خوب موفق باشین دوستان عزیز انشاءالله برنامه توزیع جوایز و موارد دیگه هم هست ساتری خواهد کردن ما با قریشی صاحب مسئول مکاتب یقین کسایی که در بخش یتیما زحماتشان قابل تمجید است دوست ندارم در مقابلشان تعریفشان کنم حتما شما لیسه یقین فعالیتایش و صفحهش دنبال میکنین با اینا صحبت میکنیم که برنامه امروز چی است قریشی بزرگوار یک بار دیگه به شما سلام خوب هستین شما شکر شما خوب هستین بخیر هستین زنده باشین بخیر باشین میشه که در کل بگین که اینا که آمدن امروز بخیر برنامه چی است و از کجا شروع میکنیم بخیر
انشالله ما بسیار زیاد برنامه برشان گرفتیم. بخش ورزش داریم که دو فوتبال است، کریکت است، ریسمان بازی است و دویش است و همچنان دیگه برنامه فرنگی است که اونا در بین خود برنامه میکنه. سوال پرسان میشه، باز جواب میده و انشالله ما جایزه برشان دیگه. بخش نان است که نان چاشت برشان آماده شده و دیگه برنامه تفریح است که تا که شاگرد تفریح کنه. از الله متعال موفقیت‌های بیشتر تانا میخوایم البته انشالله که اینا بتونن امروز یک تجربه خوب را از جا داشته باشن. تشکر بابت همکاری همیشگیتان. تشکر. زنده باشین. دوستان عزیز، شما هم میتونین به صفحه مکتب خصوصی یقین سر بزنین و معلومات کافی در ارتباط با سیستم درسی و همچنین اگر دیگه معلومات نیاز دارین پیام بگذارین یا تماس بگیرین مستقیم و در ضمن میتونین از طریق وبسایت قمر شریعتی داخل شوین و اونجا یکی از بخش‌های ما اورفان اسپانسرشیپ است که شما میتونین یتیمایی که همراه ما اسپانسر است، البته راجستر است، اونا را اسپانسر کنین و ما بتونیم داخل مکتب یقین اینا را البته شامل کنیم. شما میتونین که سرنوشت یک کودک را که مصروف کارهای شاقه است روی سرک‌ها اینا رو سرنوشت تغییر بدین. ممکن یکی از اینا فردای این وطن باشه، خادمی کشور شوه و شما وسیله شوین. میریم ادامه برنامه رو میبینیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. صدق الله العظيم. الرحمن الرحیم. ترانه سرزمین بی تو همیشه با غم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک ندارد شیر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند و بی دوای سرزمین من، ماه و ستاره ای من، راه و دوباره ای من، در همه جان همیشه بی تو گذاره ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند و بی دوای سرزمین من، گنجی تو را بوده از بر و از رفع خود، قلب تو را شکسته هر کی به نوبت خود، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند و بی دوای سرزمین من. تاسو ول لوبو کوئی کی ترانه وای لوبو ته ډیر راغلی لیواله دي لوبو کو سیده کنه ساتریو کو بس راځي بسم الله جزاک الله خیر. څوک فوتبال کوي؟ ټول فوتبال کوي ماشاءالله. او زما ټیم کو څوک غواړي پاتې فوتبال کوي؟ ماشاءالله ماشاءالله. ګوري تاسو ټیم ټول خالی شو ولا ها یو دوا درې ها بیرته پاس کوه دی واچ ها افرین بس پری
تو چه سره؟ تو چه سره والك؟ دغش يا بل شوف لك افرين باسكا باسكا باس ديخو باسكا ها ديخو عليك چه سره تو؟ یک صفر شد رئیس گناه خالصونو راستی ما یک گل ما داد ما صفر هستیم اونها یک هستن توجه ماست که خداوگار نکنن دوجه اونا رو ریکارد کن برو اونا ریکارد که چی میکنن خب ما که بیگ از اونا نه 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 کم بازی که گیرکان سیشی؟ گیرکان گیرکان؟ زا گیرکان وقتی چی بود؟ Dua, три. دوستان عزیز ماشاءالله عزیزای ما ساتیری کردن ساتون تر شده انشالله ماشاءالله ماشاءالله وقت غذا است طعامشان آماده است انشالله و امیدوار هستم که یک روز خوب را اینا تجربه کرده باشه اما فرموده اقبال لاوری شعرش اشتباه نکنم میگه با هر دلی که شاد شود شاد میشوم شالام جان سی با دوزی کردم یالی در پشتش بالا پیش آمد ماشاءالله انشالله نان خوردن و عالی یک توفه در نظر گرفته شده جاکارتا صبح کروشتکاک دیجی آمدن او رو بهش تسلیم میکنیم و باز انشالله میتونن طرف خانه خودشان برن و شالام جان همچنان طرف خانه خودش بره انشالله او رو متقیم کنیم